حبه وجماله إعجازه وحروفه وكماله الوحي جاء به إلى محبوبنا والكون عاد هداه عاد جلاله والكون عاد هداه عاد جلاله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما بزرگواران را در این برنامه‌ای که پیرامون پیام‌های قرآنی است خوش آمدید میگویم. الله سبحانه و تعالی در سوره حجرات آیه 13 می‌فرماید: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما با تقواترین شماست. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه می‌خواهد انسانها را متوجه بسازد که اگر یک عده شما غنی شدید، یک عده فقیر شدید، یک عده از انسانها فقیرن، یک عده از انسانها غنیین، یک عده از انسانها با اقوام مختلف و بالاخره به تحت نام اشراف و اینها تبدیل شدن، قرار داده شدن. به هر حال زن و مرد شدید، عرب و عجم شدید. ای انسانها متوجه باشید که معیار فضیلت چیز دیگر است. این که شما عرب و عجم شدید، قبایل مختلف شدید، هاشمی و قریشی و تمیمی و بین اقوامی که مثلا در افغانستان هست پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره و فلان شدید، متوجه باشید که اینها به خاطر لتعارفو هست. یا ایها الناس انا خلقناکم، ما شما را خلق کردیم، من ذکر و انثا، از زن و مرد. اگر زن هست، اگر مرد هست، الله سبحانه و تعالی میگه ما قرار دادیم اول شما را از زن و مرد، دوم مانده و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شما را گردانیدیم با قبایل مختلف، با طوائف مختلف بینها. حالا از بین همه این اقوام، از بین این همه طوائف، از بین همه این قبایل، چی کسی به نزد الله ارزش داره؟ زن یا مرد؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عرب یا عجم؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پشتون و تاجیک کدام یک؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ازبک و هزاره کدام یک؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هکذا به نزد الله سبحانه و تعالی بهترین شما پرهیزگارترین شماست. پس دانستیم از این پیام الهی که به نزد الله تقوا هست. در آیات زیادی میبینید تمام وعده های
الله سبحانه و تعالی برای متقین هست. در قرآن می آیه ان المتقین فی جنات و عیون، ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات و نهر، ان المتقین فی ظلال و عیون. همه اینها وعده الله سبحانه و تعالی، ان المتقین فی جنات و نعیم. همه این نعمت ها، همه بهشت، همه راحتی ها الله سبحانه و تعالی وعده داده برای متقین، برای پرهیزگاران. همچنین وقتی میبینیم الله سبحانه و تعالی میگه من متقین را دوست دارم و من متقین را همراهی میکنم، دیگه کسی را الله سبحانه و تعالی نگفته من فلان قوم و فلان قبیله و فلان طایفه را دوست دارم. میفرمایه واعلموا ان الله مع المتقین، بدانید که الله همراه متقین هست. یعنی نصرت الله، کمک الله همه همراه متقین هست. آیه دیگه اشاره میکنه ان الله یحب المتقین، الله که دوست داره متقین و پرهیزگاران را. از این آیات در قرآن زیاد داریم، والله یحب المتقین، ان الله مع المتقین. آیه دیگه والله ولی المتقین، الله سبحانه و تعالی دوستدار متقی و انسانهای متقی هست. حالا درجات تقوا چیست؟ متقی کیست؟ وقتی ما این قاعده رو بیان کردیم، این پیام بیان کردیم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، به نزد الله که ارزش داره انسان متقی هست، درجات تقوا چیست؟ درجات تقوا مختلف هست. حالا وقتی میگیم متقین، علما تقسیم کردن، بعضی درجه تقوا را 100 درجه گفتن و بعضی 5 درجه بیان کردن. اولین درجه اینه که شخص کافره میای مسلمان میشه، مجردی که به اسلام داخل شد این جز متقین هست. به اسلام داخل شد، من قال لا اله الا الله دخل الجنه. این درجه اول، یک درجه. درجه دیگر اینه که انسان گناهکار، گناه کرده، معصیت کرده، دچار گناه و معاصی شده، حالا تائب میشه، توبه که کرد، این درجه از تقوا هست، درجه توبه. سوم پرهیز نمودن از شبهات که ایر ورع میگن. وقتی کسی شبهات رو میبینه پرهیز میکنه از اشیای شبهه. چهارم اشیای مباح، کارهای مباحیه، نه فایده داره نه نقص داره، ولی یک شخص حتی اینم ترک میکنه، پرهیز میکنه از اشیای مباح، یعنی از مباحات هم وقتی پرهیز کرد، این هم درجه از تقوا هست که این را زهد میگن. پنجم دور ساختن و خالی کردن آنچه که غیر از الله است از دل، این را مقام مشاهده. پس علما بیان کردن اسلام یک درجه تقوا هست، توبه درجه دیگر هست، ورع درجه دیگر هست، زهد درجه دیگر هست و مشاهده درجه دیگر. پس هر انسانی به هر اندازه‌ای که زهد و ورع بیشتر و بیشترتر شد، به نزد الله بیشتر و بیشترتر قرب پیدا میکنه و منزلت پیدا میکنه. این درجات تقوا بود که بالاترین و به نزد الله که بیشتر و بیشترتر ارزش داره، او انسانی که فقط تمام توجهش طرف الله سبحانه و تعالی و در دلش جز محبت الله دیگر چیزی نیست. حالا هدف از این عباداتی که من و شما میبینیم،
چون وقتی پیام قرآن رو میگیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما به نزد الله متقین هست، با تقواترین شماست. شما هدف از کل عباداتی که میبینیم رسیدن به تقوا هست. مثلا الله سبحانه و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزه بر شما فرض کرده شد مثل که بر امتهای گذشته فرض کرده شد. روزه بگیرید، ماه مبارک رمضان روزه بگیرید. چرا روزه؟ لعلکم تتقون، تا شما به وسیله این روزه متقی شوید، پرهیزگار شوید، بروید جز افرادی بشید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم است. وقتی نگاه میکنیم مسئله حج، الله سبحانه و تعالی میفرمایه وقتی بحث از حج میآید الحج اشهر معلومات الی آخر آیه و تزودوا، این راه زاد و راحله به کار داره، توشه به کار داره. ما میفرمایه و تزودوا فان خیر الزاد التقوا، بهترین توشه توشه تقوا هست، خدا ترسی هست. یعنی شما وقتی به حج میروید متوجه باشید که هدف اصلی و اساسی اینه که شما به این سفر خود متقی شوید، پرهیزگار شوید و به نزد الله قرب و منزلت پیدا کنید. همچنین رفتن به مسجد، الله سبحانه و تعالی میفرماید شما روز چند مرتبه وقتی طرف مسجد حرکت میکنید، طرف نماز روز 5 مرتبه رو به طرف مسجد قدم میزنید. الله سبحانه و تعالی میفرماید یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. و آیه دیگه که میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد، شما زینت خود را متوجه باشید، لباس خود را متوجه باشید. در این راستا الله سبحانه و تعالی در ادامه این آیه میفرمایه و لباس التقوا ذلک خیر. متوجه باشید که درست لباس خود را متوجه میشوید، سروز ظاهری خود را متوجه میشوید، لازمه، ضروره، اما و لباس التقوا ذلک خیر، این لباس تقوا را فراموش نکنید. چون هدف از مسجد رفتن شما اینه که شما برید جز افرادی بشید که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این پیام قرآن هست. همچنین مسئله قربانی رو وقتی نگاه میکنیم، انسان ها قربانی میکنن، ذبح. الله سبحانه و تعالی میفرمایه لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ینال التقوا. این قربانی که شما میکنید، این پوست و این گوشت و این خون و این بالاخره این خونی که ریخته میشه، اینها به الله نمیرسه، بلکه تقوای شماست. یعنی شما قربانی میکنید، هدف اینه که شما متقی بشوید، پرهیزگار بشوید، بیایید جز افرادی بشوید که ان المتقین فی جنات و نهر، ان المتقین فی جنات و نعیم، ان المتقین فی جنات و عیون، ان المتقین فی ظلال و عیون. پس این پیام قرآن که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و همچنین کلمه طیبه مبارکه که دروازه ورودی به اسلام عزیز هست، الله می فرماید و الزمهم کلمت التقوا. لا اله الا الله گفته شده کلمه تقوا لازم بگیرید، محکم بگیرید، متوجه باشید که این کلمه تقوا از دست شما نرود. پس روزه بگیر تا متقی بشی، حج برو تا متقی بشی، قربانی کن تا متقی بشی، مسجد برو تا متقی بشی، لا اله الا الله بگو تا داخل شوی در زمره متقیان. پس این پیام الهی را فراموش نکنید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین شما به نزد الله پرهیزگار
برترین شماست. الله سبحانه و تعالی همه ما را از زمره متقین داشته باشد. تا برنامه بعد شما را به الله یگانه می سپارم. شاد و موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. وجماله إعجازه وحروفه